حدیث در بخاری و مسلم آورده شده است که پیامبر اسلام علیه السلام فرمودند: ایاکم و ظن فإن الظن اکذب الحدیث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله اخوانا. پیامبر گرامی علیه السلام می‌فرماید شما را از گمان بد منع میکنم، زیرا گمان بد بزرگترین دروغ به حساب می رود. هرگز در جستجوی عیب دیگران نباشید، از همدیگر روی مگردانید و به همدیگر حسد مورزید، از همدیگر ناراحت مشوید، بندگی الله را پیشه گیرید در حالی که با یکدیگر دوست و مهربان هستید. مقصد از این گفته ها در چیست؟ سامانه های غوانگیز چون اخبارکام، پیامنت، اصلاح نت و کیمیای سعادت خبرهای بردروغ و آلوده تهمت را همچون خبر تازه به خوانندگان شبکه‌های اینترنتی پیشکش می‌نماید. مؤلفان و مؤسسان این سامانه‌ها باید یقین دانند که خداوند پاداش تهمت و تحقیر آنها را روز قیامت خواهد داد. در آخر با آوردن یک حدیث گفته‌های خود را جنبست می‌نمایم که پیامبر علیه السلام می‌فرماید: كل مسلم على المسلم حرام ماله وعرضه ودمه حسب امرئ ان يحقر من الشر اخاه المسلم. پیامبر گرامی می‌فرماید که تمام ارزش‌های یک مسلمان به دیگر مسلمان حرام است: مالش، آبرویش، خونش. بسنده است برای انسان از بدی اینکه برادر مسلمانش را تحقیر کند.